سلام دوستان، مثل که میبینین این آون وایکینگ است. منقل برقی آون به نام وایکینگ است برندش که بالاش گیس است که به نام دوئل فیول میگه و داخلش کاستک برق است، توسط برق روشن میشه داخلش و بالاش کاست توسط گیس روشن میشه کار میته. این مشتری مشکلش است که این لایتکاش گل بل میشه. بعد از اینکه در خانهشان برق رفته پس آمده شورتی کرده برق و چیزاشون فکر میکنم این قسم پرابلم آمده و ما براتون نشون میدیم کدام پارتا رو باید ما چک کنیم در اینجا. اینی رو به نام پاور سپلای بورد میگه که ما پارت نمبرشون براتون نشون میدم. این است این ما در خانه $800 مفروشیم دیگه. قیمتش مهم نیست، این مهم است که ما چه قسم پیدا کنیم پرابلمش چیست. این لاینه که به نام ریبن کیبل میگه که در UIB میره. UIB همی یوزر انترفیس بورد میگه. در این لاین برق میه از این خود پاور سپلای بورد. اصل برق در داخل از این اینپوت کاست 110 یا 120 ولت است که در اینپوت گفته میشه P1 کنکتر. ایره ما چک میکنیم باید است که 120 ولت مرابطه. سعی کنین دوستو ایره ما میتر خود در AC سلکت میکنم و همراه این دو دانه شاخکا باید است که من اینجا را چک کنم. این لاین سفید سیاره باید است برای من 120 ولت نشان بده. دیگه سعی کنم چک کنم من و اینجا 120 119 ولت سایز قابل قبول است. اگر 120 ولت یا 119 یا 115 از کنترل دیگه بیایه از مین ریلی بورد دی بیایه مانای زیر میته که این کنترل بورد ما صحیح است. پاور سپلای بورد ما رو چک میکنیم به خاطر که دینی دیسپلی کاستک برق میایه از اوتپوت میایه. اوتپوت کاستک برق ایسی میره دیسی جور میشه به خاطر پاور سپلای چیزکای دیگه از دیجا سامان های دیگه در کنترل بورد. در اینجا باید است که در خانه 5 ولت 6 ولت 4 ولت از 4 ولت تا 6 ولت بر ما باید از برق بیاید. اینجا در این لاینه که میبینین این لاینه که ما بکشم باز فهمیده میشه که چه قسم تست کنیم. فکرتان باشه که برق روشن سی کارا که میکنین. این ایره یوزر انترفیس بورد یا UIB را من دسکنک کردم. حالا براتون چک میکنم. این دفعه این میتر خود در دیسی سلک میکنیم. از ما هی سوچک داره که رو بزنی از ایسی دیسی میشه. سعی کنی خطا که مستقیم دایرکت کرنت میگه. ایره ایسی آلترنیت کرنت که برق تر شور میخوره. دیسی کاستک استریت میگه یا دایرکت کرنت میگه شور نمیخوره برق ما. دیسی سلکت میکنم. بعد از این لاینک امی پنکاش کس ما براتون باش از نزدیک نشان بدم صحیح فوکس شوه. این لاینکای چوچه رو دیدین ما براتون یک تا نشان میدم. سعی کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دانه است. 5 دانه امی پنکایی طرف است 5 دانه او طرف است. ما در بین پن 5 6 که 1 2 3 4 5 6 کس ما بینی دو دانه پنکاست. باید است که ولتیج ما 4 الی 6 ولت باشه. اگر کمتر باشه امی پاور سپلای بورد ما خراب است. ما این کامره خود ستاپ میکنم براتون اینجا. این نفره کن بلوق سای داره طرفم. تنها 2 ولت. پن اول دوم 2 ولت بود. پن سیوم چهارم هم 2 ولت است. پنجم ششم بیخی ریدنگش خراب است. سعی کنم ای باید است که صحیح بر ما ریدنگ بده. 476 هیچ چیز گفتن همیشه میلی ولت است. خب خیر ای خب بر ما پروف شد که ای کنترل بورد ما خراب است به خاطر برق میته و پورا برق نمیته. ما ایره حالا دسکنکت میکنم از اینجام که اینپوت ما را میکشم. زیاد فکرتانو بگیرین که
این زیاد خطر داره که در برق لط شما دست میزنین کار میگیرین. این کنترل بورد اوسو میکنم و این کنترل بورد نوه ما در اینجا انستال کردم که 4 دانه کوکاکاست کمی 4 تا پیچ است، یک اینجاست یک اونجاست، 2 دانه می طرف است. این لاین انپوت خود پس ما در اینجا مندازم که 120 ولت باز در بورد میه که مثل این نیستک. حالا این در بتیم این بسیار خطرناک است به خاطر که 240 ولت برق است، 120 ولت دوجا رفته، 120 ولت اینجا آمده. به او خاطر بسیار فکرتان بگیرین. حتی میتونین که گلش کنین پس روشن کنین تا که دستتان کنین. اینی لاین اضافه است که ضرورت نیست. اینمی ریبن کیبل ما دمیجا میره که یو آی بیس یا یوزر انترفیس بورد که دیسپلی بورد ما سیجا ای از امیجا میره. حالا ما ای ریدنگش میگیرم. Can you hold it like this please? Sure. Just like that. Thank you so much. Appreciate that. این حالا باز میتره میبینین من اینجا موندیم براتون معلوم میشه حتما. این دفعه باز فکر خودم میگیریم که ببینیم که You won't close or short out there. No, I don't think so. You should be fine. Because we don't want to risk that. Yeah. من اول دوی ما رو سعی کنین 3 ولت است. این در اونجا معلوم میشه. Yeah, it sees it. You can see it there. Yeah. What I can do is I will put this right here. It's plastic, so it's not going to cause anything issues. حالا پن 3 و 4 ما رو چک میکنیم 2 ولت است. پن 5 و 6 ما که است. خوب سعی کنیم دوستا 5 ولت. اگر یا را چینج کنیم با صحیح ولتج تان میگیرین، به خاطر که بعض وقت ایده دست چپتان باشی دراز باشه این پروبکا ریدنگ صحیح برتان نمیده. حالا 5 6 میگیریم. It's okay. سعی کنیم 4 ولت است. 4 ولت 4.5 ولت قابل قبول است. منو ازیر میته که این کنترل بورد که من نو انداختیم دیگه این جور است صحیح کار میته. این ما ایره بند میکنم. پس دیسپلی را سعی کنین. حالا دیدی پاورش آمد. بعد از او میتونین شما که آونتان استفاده کنین. آون فانکشن کمیونیکیشن ایر اوکی. اینی حتما غلط افتیده به خاطر که این نمیخوره دوجه اینی دیگه دیجه میخوره. به خاطر یک رنگ است آدم اشتباه میکنه. آون بیک این آون جور تیار شده. سعی کنین کار میتاله. وقتی که شما پس انستال میکنید بسیار فکرتان رو بگیره که لاینا بسیار خطرناک است. Can you turn off the power please? Thank you. این لاینا که هست بسیار خطرناک پشت سر بند است که اگر شما این داخل کنین صحیح فکرتان رو نگیرین امکاناتش هست که بسیار پرابلم کلان برتان بته و برق بگیره تان خدای نخواسته یا کستمر برق بگیره می مشتری تان برق بگیره فتقش بکشه. به او خاطر زیاد فکرتان بگیرین که این لاینای پشت سرش که بند میکنین در پشت سرتر صحیح به طریقه بند کنین. اونجا آینه که از اون غارکاری دیدین یکی اونجاست یکی اون طرفش هست. اینی آینه که دیگه که از دی پشت سرش که هست یکی که اونجا داخل میشه. اما اینی کورش هست که تمام لاینای شما رو سیف نگاه میکنه که یا نه اسکرچ نمیشه یا خراشیده نمیشه. این که هست که این 2 دانه غارکا سر از اینیا داخل او غارکا میشه. باز این دوجه داخل میشه. بعد از اون کارتان خلاص میشه. Can you hold this please? To my face. Okay. تشکر دوستان. امروز همی دیاگنوستیک بود یا طریقهش براتون نشان دادم که اگه وایکینگ آونتان یا منقل برقیتون قسم یک مشکل داشته باشه چه قسم تست کنین. میتونین شما در صفحه یوتیوب مرا فالو کنین که
افغان اپلاینسز ریپیر است و اگر به زبان انگلیسی که بسیار ویدیوهای زیاد دارم میتونن شما به نام حمید اپلاینسز ریپیر مرا فالو کنین یا سابسکرایب کنین در چینلم. بدون از او یک فیسبوک پیج دارم که به نام حمید اپلاینسز ریپیر است. اگر کدام سوال چیز داشتین میتونن که برام اونجا مسیج بانین. خواهش میکنم از پیشتان زنگ نزنین برام، به خاطر من روزمره زیاد مصروف کاربار میباشم، به او خاطر وقت پیدا کردن نمیتونم که تلفناتون جواب بدم. اما بعد از کار من همیشه مسیجای یوتیوب ما میبینم یا از فیسبوک ما جواب تمامتون میدم. تشکر یا جان.